سلام، خوش اومدید به کانال علی وب دیولو. توی این ویدیو قراره با پیشخوان وردپرس آشنا بشیم و تنظیمات اولیه سایت رو انجام بدیم. اگه هنوز وردپرس رو نصب نکردید، حتما ویدیو قبلی رو ببینید که آموزش نصب وردپرس رو روی لوکال هاست بهتون یاد دادم. توی این قسمت تمام بخش‌های پیشخوان وردپرس رو قدم به قدم توضیح میدم تا بتونید سایتتون رو سریع آماده کنید. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و توی کامنت ها نظرات و پیشنهاداتتون رو درج کنید. واسه اینکه بخواید توی وردپرس توی لوکال هاست سایتتون رو بالا بیارین، در مرحله اول زمپ رو فعال می‌کنید. بعد از اینکه روی آیکون زمپ زدین، همینجور که تو ویدیوهای قبلی گفتم، استارت هر کدوم از مای اسکیول و آپاچی ها رو میزنید. از دو طریق میتونید وارد لوکال هاستتون بشید. یک اینکه روبروی آپاچی ادمین رو بزنید. پروژه هایی که ساختین رو توی htdocs توی ویدیو قبلی گفتم بهتون اینجا وجود داره. وقتی روش کلیک کنید وارد سایت لوکال هاستتون میشه. این کار مثل این میمونه که بنویسین لوکال هاست علی وب دیولو و اینتر رو بزنید. من منتظر میشم تا سایت بالا بیاد. واسه ورود به پنل ادمینی هر سایتی شما بعد از اون اسم سایتتون یه بک‌اسلش و WP ادمین که بزنید وارد پنل ادمینتون میشید. اگه شما رمز و پسورد زده بودین و وارد شده بودین که واسه شما ورود میزنه، اما اگه ورود نزده بودین و واسه اولین بار وارد یه سایتی وارد یه پنل سایت شده باشین، این قسمت میاد. اسمو یا همون نام کاربری و رمزتون رو میزنید، مرا به خاطر بسپارید رو میزنید و وارد سایت و پنل سایتتون میشید. خب تسکبار سمت راست پیشخوان وردپرس قسمت‌های مختلفی داره که دونه به دونه قسمت‌های مختلفش رو بهتون توضیح میدم. توی قسمت پیشخوان و خانه وردپرس بروزرسانی‌های افزونه‌ها هست، قالب‌ها هست، تمام بروزرسانی‌ها وجود داره. قسمت نوشته ها برای ساخت نوشته و ساخت مقاله هایی که داخل سایتتون وجود داره، از این قسمت نوشته ها، دسته ها و یا برچسب هایی که میخواید به اون نوشته هاتون بدین رو از اینجا انتخاب میکنید. قسمت رسانه، اینجا تمام عکس ها، فیلم ها و فایل هایی که وارد سایتتون کردین و میخواین انجام بدین رو از این قسمت وارد میکنید. برگه ها همون صفحه یکتایی هست که بهش میگن برگه و توی قسمت های مختلف سایت برگه های وجود داره و داخل اون برگه ها نوشته ها، افزونه ها، باکس ها و چیزهای مختلفی وجود داره. دیدگاه ها، وقتی که شما یه نوشته میذارین یه سری دیدگاه هایی رو کاربران براتون مینویسن، شما میتونید داخل قسمت دیدگاه ویرایش کنید اون نوشته رو، نپذیرفتن و پاسخ دادن و یا تبدیل کردن اون به زباله در این قسمت استفاده کنید و این کار رو انجام میدید. توی قسمت نمایش، اینجا پوسته ها و قالب هایی که شما میتونید به سایتتون اضافه کنید و از اون پیروی کنه و روی بیسیک سایتتون پیاده بشه رو از طریق قسمت نمایش و پوسته ها، افزودن پوسته تازه میتونید انجام بدید. به عنوان مثال اکثر ما طراحان سایت از قالب آسرا استفاده میکنیم. برای اضافه کردن و یا نصب کردن یک قالب به عنوان مثال قالب آسرا، اینجا داخل قسمت پوسته روی گزینه نصب میزنید، صبر میکنید تا این قالب روی سایت شما نصب بشه. بعد از اینکه نصب شد، دانلود شد و گزینه فعال کردن اومد، گزینه فعال کردن رو میزنید تا قالب روی سایتتون پیاده سازی بشه. خب همینجور که میبینید وقتی شما یه قالب اضافه کنید گزینه‌های اضافه تری میاد، سفارشی سازی میاد، ابزارک ها میاد، فهرست ها میاد و ویرایشگر پرونده پوسته که در ادامه و در ویدیوهای بعدی به تک تک این تنظیمات و تک تک این قسمت ها میپردازیم. افزونه ها یا همون پلاگین های وردپرس،
واسه اینکه شما توی سایتتون بتونید خیلی کارهای مختلفی انجام بدین و خیلی راحتتر و آسان‌تر طراحی سایت رو انجام بدین، به افزون‌ها و پلاگین‌های مختلفی احتیاج دارید که لیستی از پلاگین‌ها رو داخل کپشن و یا در ویدیوهای آینده به شما ارائه میدم. قسمت کاربران، واسه اینکه شما بخواید تعداد افراد مختلفی رو روی سایتتون دسترسی بدین و کاربرای مختلفی رو داخل سایتتون بگذارین، توی این قسمت کاربران وقتی که وارد اون بشین میتونید از طریق کاربران، افزودن کاربر تازه، یوزرها و افراد متفاوتی رو با نقش‌های مختلف، اهم از مشارکت کننده، نویسنده، ویرایشگر و مدیر کل رو اضافه کنید. توی قسمت ابزارها، برای برون‌ریزی، درون‌ریزی، سلامت سایت و ابزارهایی که توی دسترستون هستن میتونید از پنل ابزار استفاده کنید. تنظیمات که بخش خیلی مهمی از وردپرس و پنل پیشخوان هست، تنظیمات اولیه داره، نوشتن داره، خواندن داره، گفتگو داره و غیره. واسه اینکه شما بتونید عنوان سایتتون رو عوض کنید، یه معرفی کوتاه به سایتتون بدین، یه دونه آیکون به سایتتون بدین و URL های مختلفی که داخل سایت میتونید اضافه کنید و وجود داره. مثلا اینجا به جای علی وب دیولو میتونید هر چیزی که خواستین بزنید و وقتی که اینجا اون رو سرچ کنید پنل سرور و هاستتون بالا بیاد. در قسمت آدرس ایمیل مدیریت، وقتی که شما یه سری کامنت ها یا یه سری فرم هایی رو توی سایت بسازین، واسه اینکه اون فرم به شما ارسال بشه باید یه جیمیلی به صورت کاملا درست و تک تک حروفش رو بنویسین و اینجا وارد کنید که وقتی که طرف فرم رو واسهتون فرستاد یا ارسال و زد، فرم و اون مشخصات طرف برای شما ارسال بشه. این واسه هاست و سرورهای واقعیه، ولی تو لوکال هاست چیزی به عنوان فرستادن ایمیل وجود نداره. اینجا هم که گفتم میتونید اسم عنوان سایتتون رو تغییر بدید. در ادامه میتونید زبان سایتتون رو از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی یا هر چیزی که دوست داشتین تغییر بدید. زمان محلی رو هم از حالت 3 دقیقه میتونید به قسمت‌های مختلفی از منطقه‌تون یا حالا جایی که دارین زندگی میکنید تغییر مکان بدید. ساختار تاریخ هم میتونید از میلادی استفاده کنید یا از میلادی که اسم اون ماه نوشته شده، دسامبر مثلا، یا از 2024 به 12 یا از 12 به 2024، هر جوری که خودتون دوست دارید میتونید تغییرش بدین. ساختار زمان هم میتونید بعد 24 ساعته یا 12 ساعته بکنید یا سفارشی بکنید. روز آغازین هفته هم میتونید اینجا تغییرش بدین و در آخر ذخیره تغییرات رو بزنید. این قسمت عمومی تموم شد. قسمت نوشتن که خیلی مهمه. قسمت خواندن. برای اینکه شما بخواین یک صفحه اصلی برای خودتون بسازین، از قسمت برگه ها، همه برگه، افزودن برگه تازه رو میزنید و اینجا یه برگه‌ای به اسم برگه نمونه انتشار میدین و داخل صفحه اصلی شما نمایش داده شود روی یک برگه یکتا میزنین. صفحه صفحه برگه نوشته رو روی، البته اینجا فکر کنم باید یک رفرش بکنید تا اون برگه براتون آپلود بشه. برگه نمونه رو میزنید و ذخیره میکنید. وقتی شما صفحه اول و اصلی سایت رو میزنید، اون صفحه برای شما ساخته میشه. در آینده بهتون میگم که اینجا چرا انقدر مهمه واسه یه ساخت صفحه اصلی. خب اینجا بیشتر تعداد نوشته رو میتونید تغییر بدین، بیشتر نوشته ها در خوراک رو میتونید تغییر بدین. نمایش به موتورهای جستجوگری بود که در قسمت اول توی ویدیو قبلی گفتم شما میتونید این تیک رو بذارین یا بردارین که موتورهای جستجوگر صفحه اصلی شما رو ایندکس کنن یا نکنن. اینجا با این تیک رو بردارین یا بذارین میتونید اینجا تغییرش بدین. خب قسمت بعدی قسمت گفتگو واسه دیدگاه هاست، واسه ایمیل هاست یا اینکه بررسی کنید دیدگاه ها چجوریه. اینجا یه سری فیلترها رو میتونید بهش اضافه کنید. توی قسمت رسانه هم مثل
اون رسانه‌ای که بهتون گفتم میتونید اینجا تغییر بدین که اندازه عکس ها یا میانش بزرگش چقدر کم یا زیاد باشه. توی قسمت پیوند یکتا که اونم خیلی قسمت مهمیه واسه اینکه سئو سایت شما خیلی خوب ساخته بشه. البته این توی لوکال هاسته ولی توی هاست اصلی میارین میزنین روی داخل نام نوشته، ساختار پیوند یکتا رو میذارین روی نام نوشته که طرف وقتی که اون بیسیک نوشته شما رو سرچ کرد اسم اون نوشته شما بعد از بک اسلش بخوره، نخواد فقط مثلا پی 123 بخوره یا مثلا این اعداد بخوره یا مثلا اینجوری اعداد اون تاریخ اون نوشته بخوره، نام نوشته فقط کنید. خیلی مهمه که میخواستم بهتون بگم. خب این قسمت های مختلف این پیشخوان و نوشته و چیزای بیسیک وردپرس بود. خب دوستان توی این ویدیو با پیشخوان وردپرس آشنا شدیم و تنظیمات اولیه رو انجام دادیم. اگه سوالی نظری داشتین داخل کامنت ها حتما بپرسید. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید و سابسکرایب بشید تا آموزش های بعدی رو از دست ندید. ممنون که همراه من بودین. خدا یار و نگهدارتون باشه.